یه خرگوش بنفش که داره نوشابه میخوره. اگه المپیک تو بوشهر برگزار میشد، اگه اپل استور تو شیراز بود، یه استاد تو کلاس درس آنلاین، تعمیرات گیربکس، استخاب کوهنوردی، یه نفر که گل فروشی آنلاین داره، یه دختر ایرانی اصیل با چشای آبی. معمولاً ابزارهای هوش مصنوعی تولید تصویر نمیتونن یه همچین عکسایی براتون بسازن، ولی هوشینا یه ابزار متفاوته. همه این عکس‌ها با هوشینا ساخته شده. کافی وارد سایت hushina.com بشی، از منوی بالا فارسی رو انتخاب کن، ورود یا عضویت. با شماره موبایل یا ایمیلت میتونی وارد چی. اگه اکانت گوگل داری میتونی با اکانت گوگلت لاگین کنی. بعد از لاگین شدن تو هوشینا، از قسمت تولید تصویر میتونی هر چیزی که میخوای بگی تا هوشینا برات بسازه. مثلا یه گربه زرد که داره با موبایل آیفونش کار میکنه. از استایل‌های مختلف میتونی انتخاب کنی. من فوتورئالیسم رو انتخاب میکنم، کیفیت رو بذار رو HD ترجیحاً. مشخص کن که سایز عکس میخوای چند در چند باشه. مثلا برای ریلز و استوری باید آخرین گزینه رو انتخاب کنیم و تولید.